سربازان امریکایی در جنگ ویتنام وقتی که به خانه برگشتن 15% اعتیاد به هروئین داشتن. چرا؟ برای اینکه هروئین به شدت و به راحتی در ویتنام در دسترسشون بود. بعد از اینکه برگشتن تنها 5%شون معتاد باقی موندن، چون اون دسترسی ساده رو به هروئین در کشور خودشون نداشتن. برنامه غذایی ناسالم بدن ما رو برای چاقی برنامه‌ریزی خواهد کرد. در حقیقت غذاهای نامناسبی که ما میخوریم مکانیزم اعتیادآوری رو ایجاد میکنه که ما رو مستعد چاقی میکنه. شاید خاطرتون باشه تا 20 یا 30 سال پیش شما میتونستید در اتوبوس، مترو، هواپیما یا جاهای عمومی سیگار بکشید، اما امروزه به همه ثابت شده که مصرف اون در جمع غیرقانونی و مضر خواهد بود. اما ما احاطه شدیم با چیز دیگری که به شدت اعتیاد آوره و مضرات شاید کمتر از نیکوتین نباشه بیشتر هم خواهد بود و اون غذاهای فوق فراوری شده است. غذاهایی که هممون از صبح تا شب به سوپر بریم، به رستوران بریم و به جاهای مشابه باهاش مواجه خواهیم بود. چیپس ها هستن، پفک ها هستن، شکلات ها هستن، نوشابه ها، فست فود ها و حتی ماست فراوری شده‌ای که در منزل مصرف می‌کنید جزو این غذاها خواهند بود. این غذاها شکر، نمک و چربی وارد بدنتون میکنن به صورت مستقیم و مکانیزم پاداش در مغز رو تحریک میکنن و دوپامین آزاد میکنن و شمایی که از کودکی هممون این غذاها رو مصرف میکنیم به تدریج معتاد به این غذاها خواهیم شد. دل کندن از اونها و شکستن این مکانیزم اعتیاد هم بسیار سخت خواهد بود، چرا که ما مواجهه بسیار سنگینی با این غذاها داریم. شاید خیلیاتون فکر میکنید که وقتی رژیم میگیرید و به وزن مطلوب خودتون نمیرسید از کمبود اراده رنج میبرید یه جایی، ولی در حقیقت شما دارید با تکامل و ژنتیک خودتون مبارزه میکنید که مبارزه بسیار سختی خواهد بود و امروزه میشه این رو شکوند و به نتیجه رسید. حتما هممون موفق خواهیم شد.